Xush omadin mehmona. Mehmona xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Mehmonlar megaku. Ina xayr. Iloyomin. Qadam rasat, baland rasat mega. Allohu akbar. Ina mehmonjon nasib bo'lsa ku. Ina yak ovuj sho'magi kiradi, yak ovuj sho'magi. Organizm odamizda foyda dara, salomatida odamda foyda dara. Fahmiding? Ha, ina men ovuj sho'magi megan-ku. Ay tamomi giyoh dori va darmonada behad salomati odamda foyda dara. In ovuj sho'magi o'rad, ina men mexo'rikush kamu damij mikunam. Hamin vaqti ki ovuj sho'magi mexoriku mehmonjon. Hamin چطور پیک کردم میباره همه یه حدم دکتر توصیه میتونی همین فقط آویز شما دکتر توصیه وقتی پروفسوره که توصیه کی داده ما کارم فقط آویز شما خریه همین میهمان جان آویز شما بخری بگی شما آمدید میهمان جان انا خیلی میهمان جان اما آویز شما فقط سلامتی آدمی زاده فایده داره فهمیدی یعنی فقط ما کارم آویز شما خیلی اینا زرداله بگیره زرداله هم بگیرد این حاضر اوقات هم تیار شده است نصیب باشد اوقات هم میگیرم ها الله بای اوقات تیار شده اینا میهمان جان من نصیب باشه اوقات بیارم ها اینا حاضر اینا میهمان جان با شما دا نصیب باشه اینا ماهی بریان کردگی ماهی بریان کردگی این همین شکرگی همین قهر بحر دریایی همین واش گرفتگی ماهی یه حد ها همین ماهی را قطعی آویز شما گی فقط آویز شما گی ما همین فقط کارم آویز شما گی خرید دیگه کار برو خوب بابا میشه خدا با شکر خدا ساده سلامتی خوبه یه فقط یه حد کار خوب کردی خوش آمدید میهمان جان خوش آمدید سلامت باش بگیر بسم الله کنید بسم الله کنید اینا میهمان جان بگیرید ماهی بریانه بگیرید یک قرنشانه بزن ششتا میهمان جان یک قرنشانه بزن میهمان جان بشه اینا آویز شما گی دم کنه آوردم میهمان جان اینا آویز شما گی آوردم این لاله قرقم کی کار آویز شما گی وارد چیزی دارو درمان بخش میگن کو انا می آویز شما گی به حد آویز چیز زورایده میهمان جان آویز شما گی میگه قان نگاه همین پروفسورای همین تمام روی دنیا کو همین آویز شما گی سلامتی دا فایده داره میگن سلامتی دا فهمیدی آویز شما گی وارد چیزی خوب نیست فهمیدی همین به حد آویز شما گی زوره بگیر میهمان جان آویز شما گی بگیر داخل بگیر خوش آمدید میهمان خوش آمدید بابای خالداربای الله بای من نفهمیدم ها صبح صادق اومدگی ها آبی شومدگی آوردی آبی شومدگی خوردیم با عبید هم آوردی با اینه بگشته باز آبی شومدگی آوردی ما نفهمیدیم همین آبی شومدگی را چی که تعریف میکنه ما نفهمیدیم چی مقصد داریم شما آخه میهمان جان مقصد ما همین که خانه داخل چای قاق تمام شده گیاه آخه